مدیتیشن صدای زمان حال. هدف ما از این مدیتیشن آگاهی و تمرکز بر روی صداهای پیرامون خودمون هست. این مدیتیشن رو میتونیم در هر محیط امنی انجام بدیم. در خونه، چند دقیقه در محل کار، وسط یه روز شلوغ، یا حتی توی یه کافه پر از صدای مبهم حرف زدن میزهای بغل، صدای خنده‌ای که آروم محو میشه، صدای ماشین قهوه ساز، یا حتی در مسیر رفت و آمدمون توی تاکسی و مترو و اتوبوس، بس شنیدن صدای ترافیک و یا باز هم صدای مبهم حرف زدن. این مدیتیشن از حس شنوایی ما برای رسیدن به آرامش استفاده میکنه. گوشهای ما شاید توانایی فکر کردن نداشته باشن. برای همین هر چقدر که بیشتر توجهمون رو بر روی شنیدن متمرکز کنیم، بیشتر میتونیم ذهن خودمون رو آروم و شفاف کنیم. این مدیتیشن یا حتی میتونم بهش بگم تمرین آسون ذهن آگاهی رو میتونیم هر روز انجام بدیم. لازم نیست طولانی باشه، میتونه حتی برای 1 دقیقه یا حتی 30 ثانیه در روز باشه. اگر آماده باشید میتونیم با هم یه تمرین کوتاه مدیتیشن رو انجام بدیم. تو این تمرین همونطوری که گفتم میخوایم از صداهای اطرافمون بدون هیچ قضاوتی استفاده کنیم. یعنی بدون اینکه بگیم من این صدا رو دوست دارم یا دوست ندارم. فقط میخوایم نظاره‌گر صداها باشیم و بهشون گوش بدیم. در یک پوزیشن راحت بشینید، بایستید یا حتی دراز بکشید. به آرومی چشم‌هاتون رو ببندید و بیایید 3 بار نفس عمیق بکشیم. دم و بازدم با زمانهای مساوی. دم از طریق بینی و بازدم از طریق دهان. تنفس خودتون رو برای طول زمان این مدیتیشن آروم و یک نواخت نگه دارید و بدن خودتون رو تا جایی که میتونید ریلکس کنید. تمام توجه خودتون رو بر روی حس شنوایی متمرکز کنید. تصور کنید که این تنها حس شماست. تنها حسی که با کمکش میتونید دنیای پیرامون خودتون رو بهتر بشناسید. با تمام وجودتون گوش بدید. محیط اطرافتون رو برای پیدا کردن صدا به دقت بررسی کنید.
به تمام صداها گوش بدید. میتونه صدای پرنده‌ای باشه که در نزدیکی شما در حال خوندنه، یا صدای ماشینی که از خیابون در حال رد شدنه. میتونه صدای پارس سگی باشه که از دور میشنوید، یا همه حرف زدن. بیشتر از چند ثانیه خودتون رو درگیر هیچ صدایی نکنید. آروم آروم سعی کنید روی صداهایی تمرکز کنید که از فاصله دورتری میشنوید. صداهایی که دورتر از شما هستند. هر صدا رو همونطور که میشنوید تجربه کنید. جدا از اینکه صدایی که میشنوید رو دوست دارید یا نه، برای طول این مدیتیشن بیایم قضاوت رو بذاریم کنار و تنها نظاره‌گر این صداها باشیم. فقط میخوایم بشنویمشون. میخوایم این حس و حال اطرافمون رو، صداهایی که میاد رو با تمام وجودمون حس کنیم و مشاهده کنیم. ولی نمیخوایم بهشون برچسب بزنیم که آیا من این صدا رو دوست دارم یا نه. حالا سعی کنید روی صدایی تمرکز کنید که پیوسته در محیط اطرافتون وجود داره، مثل صدای دریا، صدای رودخونه و یا هر صدای ممتد دیگه‌ای که تو محیطتون هست. اگر صدای ممتدی رو نمیتونید تو محیط اطرافتون پیدا کنید، روی صدای آروم تنفس خودتون تمرکز کنید. صدای دم و بازدم، صدایی پیوسته. زمانی که آماده هستید، توجه خودتون رو با آرومی از صداهای محیط به بدنتون برگردونید و چند لحظه‌ای به حس الانتون بعد از این مدیتیشن فکر کنید. چه حسی دارید؟ انگشتاتون رو به آرومی حرکت بدید و اگر دوست داشتید تو زمان خودتون چشماتون رو باز کنید. چند لحظه‌ای در مورد تجربه مدیتیشن خودتون و احساساتتون تأمل کنید و یا حتی چند خطی در موردش بنویسید.